آیا درآمدزایی کانال‌های یوتیوبی که با استفاده از هوش مصنوعی یا ابزارهای شبیه اون ویدیو تولید میکنن قرار قطع بشه یا نه؟ سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز میخوام در مورد آپدیت های اخیر یوتیوب صحبت بکنم و اتفاقی که همین چند روز پیش رخ داد. میدونم خیلیاتون نگرانید، حجم پیام‌ها خیلی زیاد و در مورد این آپدیت که آیا ما فعالیت بکنیم با استفاده از هوش مصنوعی، آیا کانالمون قرار دیمانیتایز بشه یا نه. برای همین تصمیم گرفتم بعد از مدت‌ها که ویدیو میذارم توی کانال به خاطر مسائلی که حالا قبلا یکمی در موردش صحبت کردم، موضوع ویدیومون پاسخ دادن به همین سوال شما باشه. اما قبل از شروع ویدیو میخوام اسپانسر این برنامه رو معرفی بکنم که شرکت اندروپیه که به شما کمک میکنه درآمد کانال یوتیوبتون رو خیلی راحت از روش‌های مختلف مثل ارز دیجیتال و دلار کاغذی، ریال و روش‌های دیگه دریافت بکنید. خوبی که این در واقع این شرکت داره اینه که کانال شما رو به نتورک رسمی یوتیوب متصل میکنه و دیگه اون ریسک حذف شدن کانال شما تو این حالت ندارید وقتی که به MCN رسمی متصل شده باشید. پیشنهاد میکنم حتما به وبسایتشون توی قسمت دیسکریپشن سر بزنید. خب بریم سراغ اصل مطلب که آیا کانال های یوتیوبی قرار دیمانیتایز بشن یا نه. خب یه خبر چند هفته پیش منتشر شد که گفت آقا دیگه بیاین محتوای اصل بسازید و اصیل باشه و ساخت انسان باشه و محتوا اورجینال باشه و از این حرفا و خیلی‌ها نگران شدن بابت این قضیه. اما این روند تغییر کرد. چطوری؟ اومد یوتیوب اعلام کرد که 15 جولای من میخوام این خبر رو رسما بیام اجرا بکنم داخل پلتفرم و یکی بیام کانال‌ها رو بررسی بکنم. اگر داره با هوش مصنوعی این کارو میکنه و ویدیوهاش همش هوش مصنوعیه، میام کانالتو کامل میبندم و کانال‌های جدید رو هم اصلا تایید نمی‌کنم. 15 جولای رسید و صفحه قوانین یوتیوب تغییر کرد. به جای اینکه این آپدیت اعمال بشه، تصمیم یوتیوب عوض شد و کامل اون توضیحات، حالا میتونم براتون لینکش رو بذارم توی قسمت دیسکریپشن، عوض شد. اصلا کلمه AI دیگه توی اون صفحه وجود نداره. حالا کجا این داستان جالب میشه؟ جایی که خود یوتیوب یه آپدیت جدیدی داره میده، توی یک بلاگ پست کامل اینو توضیح داده. بازم اینا لینکش رو براتون میذارم توی دیسکریپشن، که داره میاد ابزارهای هوش مصنوعی رو بیشتر میاره داخل یوتیوب و میخواد VO3 رو داخل یوتیوب پیاده سازی بکنه. یه موتوری که برای ساخت محتوای حالا ویدئویی کاربرد داره و چیزای جالبی هم داره. مثلا یه عکس رو بهش میدید و عکس رو تبدیل به فیلم میکنه و شما میتونید یه داستان روی اون مثلا ضبط بکنید و ویدیو رو منتشر بکنید. پس نه تنها داره ابزار به شما ارائه میکنه توی زمینه هوش مصنوعی، یعنی کانالتون که نمیبنده هیچ، یه سری ابزار هوش مصنوعی هم اضافه کرده و علاوه بر اون داره شما رو تشویق میکنه که توی یوتیوب شورتس بیای از اون ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنی. خیلی جالب شد. اصلا ضد نقیض بوده این مدت تصمیم‌های یوتیوب، احتمالاً به خاطر جامعه تولید کنندگان محتوا بوده که اعتراض کردن به این تصمیم یوتیوب و خب یوتیوب هم خدا رو شکر تصمیمش رو عوض کرده و الان داره شما رو تشویق میکنه که اصلا بیا از هوش مصنوعی استفاده بکن تا کانالت رشد بکنه. پس منم به شما توصیه میکنم هوش مصنوعی رو حتما ازش استفاده بکنید. انشالله توی همین کانال در موردش ویدیو میذارم بیشتر و توضیح میدم. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید و امیدوارم که بتونید خیلی سریعتر کانال شما هم به درآمدزایی برسه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. در پایانم یه ویدیو میذارم براتون کنار صفحه، امیدوارم که اونم به دردتون بخوره. خیلی مخلصی.